به نام خدای مهربان، جلسه دیگری از درس اصول حسابداری یک از کتاب آقای جمشید اسکندری فصل چهارم رو آغاز میکنیم. بحث درسی ما رسید تا نحوه تهیه تراز آزمایشی چهار ستونی. اما مراحل تهیه تراز آزمایشی چهار ستونی به چه شکله؟ اولین مرحله نوشتن عنوان تراز آزمایشی است. دوم، نقل گردش و مانده حساب از دفتر کل به تراز آزمایشی. سوم، آزمون توازن تراز آزمایشی پس از انتقال گردش و مانده کلیه حساب ها به تراز آزمایشی، ابتدا زیر ستونهای بدهکار و بستانکار گردش حساب و مانده حساب یک خط میکشیم. سپس جمع مبالغ هر یک از ستونها محاسبه و در زیر اون یک خط نوشته میشه و سپس دو خط موازی نزدیک به هم و هر در زیر جمع هر چهار ستون کشیده خواهد شد. اما تراز آزمایشی زیر گردش حسابهای دفتر کل مؤسسه حمل و نقل سعید و مانده حسابها رو در تاریخ 31 تیر ماه X1 نشون میده. خب مؤسسه حمل و نقل سعید تراز آزمایشی در تاریخ 31 تیر ماه 1300 X1 میبینیم که نام حساب گردش حساب بدهکار که چه میزان موجودی بانک بدهکار شده و چه میزان موجودی بانک بستانکار شده و در نهایت مانده بانک بدهکار خواهد شد و حسابهای دریافتنی هم باز به همین شکل مانده های اون نوشته میشه و ملزومات، اساسه اداری، وسایط نقلیه، حسابهای پرداختنی هم باز گردش حساب ستون بدهکار و گردش ستون بستانکار اون رو نشون میدیم و در نهایت مانده حساب رو نشون خواهیم داد و سرمایه آقای سعیدی رو میبینیم. به طوری که ملاحظه میشه جمع اقلام دو ستون اول تراز آزمایشی با جمع گردش عملیات دفتر روزنامه در پایان تیر ماه مطابقت داره. ستون شما وقتی که دفتر روزنامه رو ماندگیری کردین دیدین که مانده گردش دفتر روزنامه در قسمت بدهکارش 9,600,000 و در قسمت بستانکار هم 9,600,000. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کلیه ثبت های دفتر روزنامه به نحو صحیح به دفتر کل منتقل شده. موازنه ستون مانده حساب ها نیز بیانگر اونه که ماندگیری حساب های دفتر کل به طور صحیح انجام شده و چنانچه جمع ستون های بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی برابر نباشند. مفهوم اون اینه که اشتباه یا اشتباهاتی رخ داده که در قسمت کشف اشتباهات و نحوه اصلاح اون صحبت خواهیم کرد.
اما تهیه ترازنامه: بعد از اینکه تراز آزمایشی رو تهیه کردیم، میریم سراغ تهیه ترازنامه. همونطوری که در فصل قبل هم راجع به ترازنامه صحبت کردیم، بر اساس مانده حسابهای دفتر کل ترازنامه تهیه میشه و با توجه به اینکه در تراز آزمایشی نام و مانده حسابها به ترتیبی که در دفتر کل منعکس شده نوشته میشه، لذا اطلاعات لازم برای تهیه ترازنامه رو میتونیم مستقیما از تراز آزمایشی استخراج کنیم. ترازنامه مؤسسه حمل و نقل سعید در تاریخ 31 تیر ماه 1301 بر اساس اطلاعات مندرج در تراز آزمایشی تهیه شده و در زیر اومده. خب مؤسسه حمل و نقل سعید تراز آزمایشی رو مجددا اینجا نشون داده و اگر دقت کنین موجودی بانک، بدهکاران یا حسابهای دریافتنی، ملزومات و اساسه و وسایط نقلیه جزء دارایی ها هستند. بستانکاران یا حسابهای پرداختنی جزء بدهی ها و سرمایه آقای سعیدی هم که در قسمت سرمایه است. اینها در سمت راست ترازنامه و این دو آیتم هم در سمت چپ ترازنامه نمایش داده میشه که اطلاعات رو در اینجا مجددا در ترازنامه برای ما نشون داده. مؤسسه حمل و نقل سعید ترازنامه در تاریخ 31 تیر ماه 1301 موجودی بانک، حسابهای دریافتنی رو داریم، ملزومات، اساسه و وسایط نقلیه که جمع دارایی های ما برابر با 5,200,000 و بدهی ها که شامل حساب های پرداختنی هستند 200,000 ریال و سرمایه آقای سعیدی تحت عنوان جمع بدهی ها و سرمایه هم باز 5,200,000 ریال خواهد بود. خب اما بحث کشف اشتباهات و نحوه اصلاح اون. وقوع اشتباه در حسابداری عملاً امری اجتناب ناپذیره، تا جایی که لوکا پاچولی بنیانگذار حسابداری نوین میگه کسی که کاری نمیکنه اشتباهی نمیکنه، کسی که اشتباهی نمیکنه چیزی یاد نمیگیره. علیرغم تمام تلاش هایی که در جهت جلوگیری از بروز اشتباه به عمل میاد، ممکنه در تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی و ثبت های اون در دفتر روزنامه و انتقال اونها به دفتر کل و همچنین هنگام تهیه تراز آزمایشی اشتباهی رخ بده. به طور کلی اشتباهاتی که در جریان عادی عملیات حسابداری پیش میاد رو میتونیم به دو دسته زیر تقسیم بندی کنیم. الف، اشتباهاتی که موجب عدم توازن تراز آزمایشی میشه. به اشتباهاتی که در توازن تراز آزمایشی تأثیری نداره. و در حالت کلی ما بر اساس این دو دسته میایم و
اصلاح اشتباهات رو مطرح میکنیم. گفتیم یک دسته که موجب عدم توازن تراز آزمایشی میشه و دسته دیگه اشتباهی که عملاً در توازن تراز آزمایشی تأثیری نداره. خب برای اینکه مطالب ما طولانی نشه بقیه مطالب رو در ویدیو بعدی مشاهده نمایید.